اگه تفاوت اصلی بین ویندوز اورجینال و ویندوز کرکی رو میدونستید، بازم حاضر بودید از ویندوز کرکی استفاده کنید یا یه مبلغی پرداخت میکردید که از ویندوز اورجینال استفاده کنید؟ تو این ویدیو قرار به این سوال جواب بدیم. سلام و درود دوباره. من مهدی مارتین هستم و با یه ویدیوی دیگه در خدمت شمام. خب همونطور که گفتم قراره بریم ببینیم که فرق بین ویندوز اورجینال و ویندوز کرکی توی چیه، یا اصلا ارزش خرید داره که ما بخوایم توی ایران کلی هزینه کنیم و ویندوز اورجینال بگیریم. پس تا آخر ویدیو من همراه باشید و یادتون نره که خب اولین و یکی از مهمترین تفاوت‌های بین ویندوز کرکی و ویندوز اورجینال خطای فعال سازی هستش که قطعا همتون دیدین، یا همون خطای اکتیویشن ارور که بعد از یه مدتی روی صفحه کامپیوترتون ظاهر میشه و میگه که ویندوزتون اکتیو نیست و مجبورید که ویندوز رو اکتیو کنید. خب معمولا ما بعد از دیدن همچین اروری دوباره سعی میکنیم که ویندوز رو اکتیو کنیم و کرک رو از اول نصب کنیم. خب خیلی باعث مشکل بزرگی نمیشه، ولی خب ممکنه که بره روی مختون و اذیتتون کنه. ولی مهمترین مشکلی که ایجاد میکنه، نمیتونید از نرم افزارهای استور مایکروسافت استفاده بکنید. یعنی حتی نمیتونید این نرم افزارها رو دانلود بکنید. وقتی شما از ویندوز کرکی استفاده میکنید، نمیتونید به استور مایکروسافت یا همون فروشگاه مایکروسافت دسترسی داشته باشید و همین یکی از مهمترین دلایل تفاوت بین ویندوز اورجینال و ویندوز کرکیه. خب دومین مشکلی که باهاش مواجه میشیم وقتی داریم از ویندوز کرکی استفاده میکنیم، دریافت نکردن آپدیت ها از سمت مایکروسافت هستش. خب این یکی از بزرگترین مشکلاتیه که وقتی ما از ویندوز کرکی استفاده میکنیم برامون پیش میاد، که ما وقتی که از ویندوز کرکی استفاده میکنیم آپدیت های امنیتی و آپدیت های نرم افزاری مایکروسافت رو دریافت نمیکنیم و همین موجب میشه که کامپیوترمون در معرض ویروس های جدید قرار بگیره. و همچنین مایکروسافت بعد از اینکه شما با ویندوز کرکی اقدام به نصب آپدیت میکنید، ویندوز شما رو شناسایی میکنه و بعد از اون دیگه براتون آپدیتی ارسال نمیشه. پس بهتره که ویندوز اورجینال تهیه بکنیم. و مشکل آخری که برای ما پیش میاد اینه که نمیتونیم از پشتیبانی انحصاری مایکروسافت استفاده بکنیم. یعنی که اگر یه وقت به یه مشکلی برخوردیم، میتونیم با ارسال کمک از طرف مایکروسافت این مشکل رو حل بکنیم. ولی خب متاسفانه توی ویندوزهای کرکی این امکان وجود نداره و مجبوریم که مشکل رو خودمون حل کنیم. و همچنین وقتی کامپیوتر ما به یک درایوری نیاز داشته باشه، در اون لحظه خود کامپیوترهای اورجینال یعنی ویندوزهای اورجینال توانایی دانلود اون درایور رو دارن، ولی متاسفانه این امکان برای ویندوزهای کرکی فعال نیست و مجبورید یا درایور رو به صورت دستی نصب کنید یا اینکه کلا از خیرش بگذرید. و در کل استفاده کردن از ویندوز اورجینال یه سری مزایای دیگه هم داره، مثل پایدار بودن، یعنی بیشتر پایدار بودن کامپیوتر در مواقعی که شما دارید ازش استفاده میکنید، گرفتن خطاهای کمتر مثل بلو اسکرین و یا ارورهای دیگه از این قبیل هستن که وقتی شما از ویندوز اورجینال استفاده میکنید میزانشون خیلی کمتر میشه، مثل باگ های نرم افزاری که بعضی موقع به چشتون میاد ولی این باگ ها توی نسخه اورجینال وجود ندارن. همچنین دریافت کردن آپدیت هایی که از طرف مایکروسافت هست باعث میشه که این مشکلات کمتر هم بشه. و همچنین آپدیت های امنیتی که از طرف مایکروسافت برای ما ارسال میشن باعث میشه که کامپیوتر ما کمتر ویروس بگیره و مشکل جدیدی براش پیش نیاد. و همچنین شما میتونید از پشتیبانی کاملا منحصر به فرد مایکروسافت استفاده کنید همونطور که گفتم و مشکلتون رو از کارشناسای مایکروسافت بپرسید. حالا شما من توی قسمت کامنت ها بگید آیا ارزش داره کلی پول بدیم که ویندوز اورجینال بگیریم یا همین ویندوز کرکی رو استفاده کنیم و لذتش رو ببریم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی دیگه بدرود و خدا نگهدار.